سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه کتابساز. من سید محمد رضا قلمی هستم و در قسمت دوم برنامه کتابساز میزبان یک مهمان جدید هستم که نویسنده جوانیه که تا الان 4 کتاب منتشر کرده و توی یک حوزه خیلی جذابم کار میکنه که خب جدیداً داریم میبینیم توی کشور خیلی پر سر و صدا شده، یا شاید من این شکلی میبینم، نمیدونم. حالا در رابطه با این موضوع با آرش زهراب‌نیا صحبت خواهیم کرد. آرش جان، اگر صحبت ابتدایی هست بفرمایید و البته حوزه کاریتون هم معرفی کنید. بله حتما. ممنون سید جان دعوتت. من خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. من آرش زهراب‌نیا هستم. کار من کارشناس هتلداری و گردشگری هستش و بخش ارزیابی تحصیلات گردشگری کشور. 4 کتاب نوشتم که اولیش مهمان تکنولوژی باشید هست با همکاری خود سید جان که کارش انجام دادیم و همینطور 3 کتاب دیگه که با نشر 0 تا 100 رفتیم جلو و 4مین کتابمون نشر دیگه ای بوده. حالا در اون کتابا من صحبت خواهم کرد، اما امروز در مورد بحث صنعت گردشگری و هتلداری که خیلی مطرحه، نه فقط در ایران بلکه در کشورهای که توسعه یافته مثل عربستان، امارات، عمان، ایران هم حتی به اون سمت داره میره جلو که انشاءالله بتونه موفق عمل بکنه. من در خدمت هستم سید جان برای سوال‌هایی که داریم. خیلی ممنونم ازت درشون. حالا امروز خیلی قراره که نزدیکتر با خودت صحبت بکنیم و حالا یه سری سوالاتی بپرسیم که مردم بیشتر با شخصیت خودت آشنا بشن. اولین سوالی که دارم اینه که اولین های زندگیت رو چه چیزی ازش یادته و یکم در رابطه‌اش برام بگو. اولین ها یعنی چی؟ یعنی مثلا اولین معلمت، اولین کتابی که خوندی، چیزی یادت هست؟ آخرین چیزی که یادت باشه چیه؟ اولین معلمی که داشتم یادمه، معلم خیلی خوبی هم مربوط به بحث تاریخ و انسانی بود. یادم توی دبستان ایشون باعث من برم سمت کتاب خونی. اسمشون آقای قاضی زاده بود، درست یادم آقای قاضی زاده بودن. کتابی رو نوشتن تقریبا مثل لوبیا سحرآمیز بود اما ایرانی ریزش، و کتابی رو خودشون تصویرگری کردن و دادن به ما که دبستان بود. من اون موقع 3 دبستان بودم که این کتاب رو بشینیم بخونیم. داستان قصه این بود که پسری وجود داره و یک قولی مثلا میدونی قول سفید که تو رستم سهراب هست میاد و اون پدر رو میبره و پسر برای اینکه بتونه به پدر دست پیدا کنه با راه خیلی طولانی رو بره و به قوله بالاخره به خونه قوله میرسه و با 3 ترفند که سوال هوشه باعث میشه که قوله خودش رو نکات کنه و پدر رو نجات بده و با ثروت پیدا میکنن به شهر خودشون برمیگردن. میتونم بگم اون اولین کتابی بود که معلمم هدیه داد خوندم و از اونجا شد که دنبال کتابخونی رفتم. البته بگم که کتابای دیگه هم گوش دادم، یعنی به حالت ضبط صوت بوده. کتاب صوتی؟ دقیقاً کتابای صوتی بوده که برام خب شبا میذاشتن گوش میدادم و باعث شد هی دنبال کتابخونی باشم و همینطور عضو کتابخونه توی دبستانمون هم بودم و باعث شده که کتابای مختلفی رو از کتابخونه قرض بگیرم و یه در این که باعث شد به سمت گردشگری هتلداری بیام. اولین کتاب که قرض کردم مربوط به اطلس ایران بود که رفتم دنبالش تمامش مطالعه بکنم و بعد رفتم قصه های ایرانی رو برداشتم خوندم. و دورترین خاطرت چیه آرش؟ آخرین چیزی که یادت میاد؟ حالا اینکه کی باعث شد گفتی آقای قاضی زاده یا قاضی زاده یا خیلی قدیمیه، خدا رحمتش کنه. اصلا فوت کردم ولی من خیلی دوستشون داشتم. خدا رحمتشون. آرش جان، اهل موسیقی هستی؟ موسیقی؟ چرا موسیقی؟ خب من سوالم از تو همینه. چرا اگر اهل موسیقی هستی چه نوع موسیقی گوش میدی؟ چه سبکی دوست داری؟ من جوریه که همه چی گوش میدم ولی سبک سنتی رو بیشتر دوست دارم. سنتی؟ چه سازی؟ 2 تار. بعد میگم 2 تار. 3 تار بزن. 2 تار یا 3 تار؟ نه 3 تار. خب خیلی عالی. و فقط سبک موسیقی دوست داری؟ خواننده مورد علاقت کیه؟ سنتی شجریانه. بعد برای مثلا
هیپ هاپ محسن یگانه است، مرتضی پاشایی و همین. خیلی عالی. ولی زیاد موسیقی گوش ندادم این چند وقتی، ولی دوست دارم. خب اگر که برای زندگیت میتونستی یه موسیقی، آهنگی، چیزی انتخاب کنی، چی رو انتخاب میکردی؟ چه ترکی رو یا چه سازی رو؟ مطمئناً دو تا انتخاب دارم، یکی ستاره، یکی هم پیانوه. پیانو برای بحث آرامشش دوست دارم و دوستم یک آهنگ میدونی بی صدا ملایم بزنم برای جایی که لازم، مثلا فضاهای هتل تقریبا. اما ستار دوستم برای خودم بزنم، یعنی برای دل خودم، چون سنتیه و دوستم میدونی انرژیمو اینجوری تخلیه بکنم. آرشون اگر میتونستی اول بگو که اسم آرش چه معنی داره؟ آرش خب تو ایران که بحث همه اسطوره است، آرش کمانگیر که با کمانش تیر و پرتاب و مرز بین خب ایرانو مشخص میکنه و یعنی خب تیر جوری میشی کلا با یه نفس کلا دیگه میفته. بله. و خب این بحث شبیه استقامتش، پایداریش، تلاشش و خب فدای جانی که انجام میده هستش. آرشون اگر میتونستی اسم تو خودت انتخاب بکنی یا اسم تو تغییر بدی، دوست داشتی چی باشه جدای از آرش؟ و البته معنیش هم به ما نگفتی، معنی خاصی داره یا همون بحث اسطوره‌ایشه؟ بیشتر بحث اسطوره‌ایشه، ولی خانواده‌ام دوست داشتن، خب این اصلا مادر بزرگم دوست داشت نوه‌ای داشته باشه به اسم آرش. و همین دلیل اسم تو آرش گذاشتن، درسته؟ دقیقاً. و اگه میتونستی خودت اسم تو انتخاب کنی دوست داشتی چه نامی داشته باشی؟ مطمئنا باز همون آرش میگفتم. خب نه دیگه، اگر که چاره‌ای نداشتی می‌خواستی چیکار کنی؟ چاره‌ای نداشتم. میگفتن که این آرش رو بذار کنار، یه اسم فقط تو اجازه داری انتخاب بکنی، چی انتخاب کردی به غیر از آرش؟ فریدون. چرا؟ اگه شما رو خونده باشی به خاطر اسم افسانه‌ایشه، اساطیری که هستن، اساطیر ایرانیان و خب هم بیشتر عاشق شاهنامه و داستان‌ها هستن. یا آرش خوب بود که خب به هر حال خانواده انتخاب کرد، یا من میگفتم فریدون یا جمشید. در کل به اسمای اصیل ایرانی علاقه داری؟ دقیقاً. مثلا من یه دوستی داشتم میگفتش آرش من ای دوستم اسمم به جای علی بذارم ارسلان. اگه کتاب ارسلان داره خونده باشی تقریبا یه مقدار مربوط به افسانه ایرانی هم میشه. تقریبا به خاطر همینه ما تقریبا مرتبط بودیم واسه این بود. آرش چالش بزرگی توی زندگی داشتی که تو دچار یک مسئله‌ای کرده باشه، چالشی باشه برات دیگه بخوای حلش بکنی، اون چالش بزرگی زندگی چیه؟ چیزی هست که بتونی برام بگی؟ میتونم بگم شاید یکی از بزرگترین چالشام تأسیسات گردشگری کشورم. توی زندگی شخصی چی؟ اگر بخوام از فضای کار بیایم بیرون. اگر کار بیایم بیرون زندگی شخصی، حالا این چالش میتونه تو فضای متفاوت باشه، میتونه توی روابط دوستانت باشه، میتونه توی زندگی خودت باشه. شاید بگم که یکی از چالش‌های من که دوسته کمی. شاید به خاطر حالا سبک فکرمونه یا زندگیمون، شاید هم خانواده‌مون، شاید هم حتی رشته‌مون.
ولی کمترین دوستا رو متاسفانه حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه دارم. بارش استعداد پنهانی هم داری. مثلا شما میبینید که یه آدمی توی یه حرفه خاصیه، مثلا نجاره، ولی یه استعداد پنهانی داره که هر کسی نمیدونه، یا یه کاری انجام میده، یه سازی میزنه، یه کاری میکنه. خرابکار خوبیه. خرابکار خوبی هستی؟ آره بگیم خرابکار خوبیه. استعداد خاصی نداری نه؟ که کسی ندونه ها. میخوام که مثلا شاید یه نفر 2 نفر میدونن. استعداد خاصی هست؟ مثلا خوانندگی میتونی بکنی؟ امتحان تال نکرد. دوست دارم ولی امتحان تال نکرد. خب چه استعدادی داری؟ چه استعداد دیگه داری که پنهان میشه؟ اصلا هست همچین چیزی تو یا نه؟ واقعا سوالیه که نمیدونم هنوز خودم. شاید بگم هنوز شاید خودمو کشف نکردم. میگن تو آرش پسر باهوشی هستی، سری میگیری، پیگیری و ولکنم نیستی. شاید بگیم استعداد من شاید توی کار نباشه، شاید پیگیری کار یا استمرار کار باشه. یعنی الان یعنی منظورت اینه که این ویژگی پیگیری مداوم توی کار روی استعداد ببینید تو پیگیری و تسلیم نشدن و امید داشتن که اتفاق خوبی. در کل نظر چی هست؟ به نظر یه آدم چجوری باید بفهمه توی یه کار استعداد داره یا نه؟ به نظرم بره امتحان کنه، تلاشش رو میتونه بکنه. تا اون کار امتحان نکنی تو نمیتونی بفهمی استعداد توش داری یا نداری. مثلا من با هم گردشگاه هتلداری دوست داشتم، میتونستم یه شغل دیگه برم، مثلا کامپیوترم دوست داشتم، میتونستم تو اون برم، مطمئنا تو اونم پیشرفت میکردم. ولی اومدم توی هتلداری گفتم امتحان میکنم، پیشرفت خوبی کردم. یه بخش رفتم آشپزی، اونم پیشرفت خوبی کردم. صبحونه من حرف نداره. صبحونه اون آرام حرف نداره. شام خوبه ولی خب باید تمرین کنیم. ولی میگم یه هویه، یعنی من رفتم امتحان کردم و مثلا میگفتن شاید نتونی، نمیتونی، تونست، رفتم امتحان کردم، موفق شدم که کار انجام بدم. به نظرم تو امتحان نکنی نمیتونی بفهمی. به نظرم حتی اگه اشتباه هم انجام دادی، میگم اون بس همون خرابکاری است، حتی اگه خرابکاری هم کردی باز هم امتحان کن. تو امتحان نکنی نمیفهمی. خیلی عالی، ممنونم ازت. آرش گفتی آشپزی، حالا جدا این که آشپزی رو ازت بپرسم، به واسطه کاری که داری و خب شهرهای متفاوت زیاد میری و میدونم که قبل برنامه هم داشتی بهم میگفتی که تو چه بخوای چه نخوای مجبوری غذاهای متفاوت رو امتحان میکنی. مثلا این ماجرا برام تعریف کردی که یه جا خیلی غذای تندی میخوردم به تایم زیادی. میخوام بدونم و ازت بپرسم که شاید بر بقیه هم جذاب باشه، چون به هر حال این کاری که تو داری رو هر کسی نمیتونه انجام بده که 1 سال 6 ماه 4 ماه سفر باشه تو شهرهای متفاوت با فرهنگ‌های متفاوت و خب تو به واسطه شغلت این کارو داری انجام میدی. میخوام بدونم که عجیب ترین غذایی که تا الان خوردی چی بوده؟ یعنی چیزی که برات عجیب بوده واقعا. عجیب ترین شبیه جغول بغول. و کجا بود این غذا رو خوردی؟ این تو تهران بود، البته به واسطه کار خودم بود، یعنی خود دوست داشتم برم تهران گردی بگردم. یه جایی هم جغول بغول میفروشه و خب رفتم امتحان کردم، خیلی خوب بود، جالب بود. نخورده بودی تا حالا تا قبلش؟ نه. و چیش عجیب بود برات؟
همون اسمش. اسمش بعد اسمش با غذا کلا متفاوت بود، میدونی؟ یعنی میگی جغول خب مثلا میگه الان مثلا چی میخواد بده. متوجه شدم. بعد میری یهو میبینی خب یه متفاوت، یعنی یه تصور دیگه ای داشتی نسبت به اون غذا. تصور چی بیشتر به چه غذا نزدیک بود؟ زبیب یه چیزی مثل قرمه سبزی میاد اون تقریبا. حالا یه چیز عجیب غریب گفتم خب بریم ببینیم چه خبره. خیلی خوب بود. بعد تصمیم گرفتم که خب اینو تو کتاب خاطرات من بنویسم که مثلا تو این ساعت این روز من اینجا این امتحان کردم، مثلا خب انظم این شکلی بود، حالا تو کتابا چی نوشتن در موردش و در موردش بگیرم تحقیق بکنم. و غذایی که خودت خوب درست میکنی چیه؟ چون گفتی غذام خیلی صبحانه تو خیلی تاکید کردی و نهارتو. صبحونه که من 30 تا املت میتونم قطعا درست بکنم. 30 مدل املت؟ 30 مدل املت هر چی بخوای. بعد غذا دو نوع، یه ایرانی یه فسفودی. میتونم بگم فسفودی من خوبه، تقریبا میتونم مثل بیرون درست کنم. ایرانی خب یه دونه بگم گنده بلد نیستم، اونم قرمه سبزی. هیچ وقت نتونستم قرمه سبزی خوبی درست کنم. غذای خوبی که میتونی درست کنی چیه؟ تو ایرانی فرق نمیکنه، هر چی خودت فکر می‌کنی توش خیلی خوبی. خب چون تاکید کردی گفتم ازت بپرسم. قیمه رو میتونم خوب درست بکنم. خب توی فست فود هم همه چیشو میتونم اوکی. ولی توی ایرانی قیمه رو میتونم، غذای دیگر رو میگم. و غذا مورد علاقت چی بوده؟ قرمه سبزی. همون دیگه نمیتونی درست کنی. دقیقاً. ولی پیتزا قرمه سبزی امتحان کردم، خوشمزه. پیتزا قرمه سبزی؟ آره، سمت جمهوری. این خیلی جدیده. این خیلی جالب بود، اولین بار بود شنیدم، گفتم این امتحان کنیم. خودم هم یه بار خواستم خونه درست کنم ولی خب فردا فکر کنم گوشه‌ام میگرفتن. چجوری بود؟ تجربه چی بود از پیتزا قرمه سبزی؟ می‌نویسی بین پنیر و ترش و سبزی و ترکیبی بود. کلا خیلی باحال بود. و جالبه که مثلا من با سالا تو اسنپ نگاه میکنم، مثلا ببینم کجا میتونم پیدا کنم، سمت جمهوری پیدا میشه یا سمت انقلاب. حالا چند تا شهر رو تو الان سفر کردی تو ایران؟ قبل کار یا بعد کار؟ کلا تو الان دستم در رفته. شهر زیادی تمام ایران گشتی تا الان یا جایی مونده؟ فکر کنم یکی مونده. اون جزیره سه تا جزیره سگانه ها مونده. اونا رو نرفتی؟ این که ابتدای برنامه گفتم که یکی از حرفه‌های جذابی که آدم‌ها دوست دارن همین بحثشه که سفریه که آدمش خود داره به شهرهای متفاوت سفر میکنه. پس سه تا جزیره رو نرفتی هنوز؟ توی خلیج فارس؟ نه متاسفانه. و بقیه رفتی؟ همه جای کشور رفتی؟ استان‌ها رو کامل رفتی؟ استان‌ها رو رفتم، شهرها رو سرزم. یعنی قبل اینکه حتی به شغلم وارد بشم، به این شغلی که جدیدم بیام، من شهرهای یکی گشتم، واده اقامتی یکی دیدم. اولین شهری هم که شروع کردم یادم مشهد بود، بعد رفتم یزد، بعدم رفتم به سمت ارومیه. آرش خیلی ما معمولا هر شهری که سفر میکنیم میشتویم دیگه، مثلا میگن که آره اومدیم اصفهان، اصفهانی ها خیلی مهمون نوازن، رفتیم شیراز، شیرازی ها مهمون نوازن، تبریزی ها مهمون نوازن. تو خیلی دیدی، قطعاً که همه مهمان نواز هستن ایرانی ها، ولی میخوام بدونم که اون شهری که تو رفتی واقعاً از مردمش حس خوب گرفتی کجا بوده؟ تبریز رو که گفتی دوست داشتی و اینا، نمیدونم تبریز بوده یا جای دیگه هم بوده؟ تبریز بوده. تبریز؟ شهر دیگه ای نبودی که خوشت بیاد از آداب اون مردم خوشت بیاد؟ اگه بگیم خوشم بیاد، همه شهرها یه ایران واقعا خودش منحصر به فرده، نه فقط توی بحث فرهنگ، حتی بحث غذا. مثال میگم ما الان فسنجون، بپرس واقعا چند نوع فسنجون داریم، یا بحث همین لهجه یا زبانی که دارن، یا حتی بحث کتابخوانیشون، یا حتی مراسم هایی که دارن. مراسم هایی وجود داره که فقط میتونی توی شهرهای مختلف، مثلا میگم تبریز شاید یک مجموعی از اون فرهنگ رو داشته باشه، ولی وقتی بری به سمت خوی یه قسمت دیگه، سمت احر یه بخش دیگه، یا حتی بگیم سمت اون یکی یادم رفت، میانه اصلا مثلا یه نون متفاوتی داره.
مثلا کباب هایی که سمت تبریز و شهرهاش هست اونا هر کدوم متفاوته و جالب این که هر کدوم کباب های خوبی هم میزنن و میگم به خاطر اینه. شاید بگم کدوم شهر نمیتونم بگم، همشون بی‌نظیرن. میگم نه فقط تبریز، به این اصفهان هست، حتی تهران. به این تهران بحث فرهنگیش هست، مثلا رباط‌کریم یه منطقه تاریخی خودش داره، پرند خودش داستان داره، البرز خودش هستن، همین برقان یک بستنی داره ثبت شده هم هست، برید اونجا جاش معلومه. یک نوع طعم میدونیم ترش و شیرین و ملس رو با هم داره و ثبت شده هم هست، یعنی همه بیشتر برای اونجا میرن. چه بستنی چی گفتی؟ یک نوع بستنی هست، یه بستنیه که هم ترش هم شیرینه هم تلخه، همین متفاوته، ملسه، یعنی عجیب غریبه. ما مأموریت داشتیم رفتیم اونجا امتحان کردیم، خیلی خوب بود. منظور اینه که هر جایی چیزای خودشو داره، آدابش. مثلا کندوان خب بحث خونه های کوهیشه که خب با دست کندن و مردمش تو کوه زندگی میکنن، یا مثلا اصل سمت گلاخور، روسه گلاخور نشنیدین یا نه، اونم هست. هر کدوم از شهرها و استانها فرهنگی متفاوت، نوع غذا، نوع آداب رسوم متفاوته و هیچ وقت نمیتونی بگی کدوم بهتره، چون هر روز در حال کشف کردنشی. حتی با اینکه سریش در حال انقراضه، یه سری سنت ها قدیمی شده ولی انجام نمیدن، ولی باز هم قدیمی نمیشه و اینقدر باید سفر کنی تا بری. اگه من بگم کل ایرانم بگردم و گشتم، باز هم دوباره باید برم، چون مطمئنا خیلی چیز از دست دادم. چقدر جالب. داشت اگر که میتونستی بین یه خوراکی و یه شهر، یعنی فرض بکن که تو میتونی یه دونه شهر یا یه روستا فرق کنی، یه نقطه در ایران رو یه جا رو انتخاب بکنی و یک غذا یا یک خوردنی، حالا میتونه نوشیدنی باشه، اونم انتخاب کنی و تا آخر عمر چاره‌ای نداری، باید از همین دو تا استفاده کنی، کجا و چی رو انتخاب کنی؟ چه جایی و چه غذایی؟ دیگه خیلی سخت شد. نه چرا سخت؟ خوبه که تا الان کلی شهر رو ما گفتی، کلی غذا گفتی. اگه بخوام بگم آخر یه مدل، یه شهر یا یه نقطه‌ای که میدونی خودت در کشور و یک خوراکی، یک غذا، یک نوشیدنی، هر چی. خب من گیلان رو پس انتخاب میکنم چون شهر خوراک ایران حساب. خب ولی یه چیز باید بخوری. نه دیگه آقا بخواستی که گول بزنیم نشد. چون شهر خوراکی. خب چی انتخاب کنی؟ از خوراکی‌های خود گیلان چی رو انتخاب می‌کنی؟ میرزا قاسمیای خوبی داره گیلان. یا دیگه چی داره میدونی؟ یه غذا خیلی خوبی داره که فقط یکی از خونه هاشون درست میکنه، یعنی فقط مردمش تو خونه درست میکنه، مثل
مثل سرین. اسمش یادم رفته، یادم بیاد حتما میگم. مثلا میگم اگه مطمئنا سرین یا اردبیل رفتی میدونی که بله معروفیتش به چیه. تنها کسی که میتونه خود درست کنه که تو خونه‌شون رو درست میکنه، نه تو بیرون. چیه؟ میگم آشه، چون من آش دو و اون منطقه هاش دیدم و خوردم، نمیدونم والا خوراکی دیگه یه چیز دیگه غیر از اینه فکر کنم همون باشه. حالا یادت اومد حتما بهمون بگو. توی خونه درست کنه، یعنی این شخص توی خونه محلی درست میکنه. یک نفره؟ نه این خانواده یک رسمه در دقیقاً خانواده ها درست میکنن و جالب اینه که طوریش که درست میکنن بیرون نمیتونه درست کنه. مثلا مثال میگم بعضی غذا بیرون درست میکنن، بله. وای چقدر خوشمزه است، عالیه، هیچکی تو خونه نمیتونه اونو درست بکنه. ولی یه سری غذاهای سنتی هست که بیرون نمیتونه درست بکنه و فقط باید یک جا امتحان بکنی. اونم توی خونه محلی یکی از همون خانواده اون استان. بچه امتحان کردیم خوراکی یک بار. این مربوط میشه باز به 6 یا 7 سال پیش. اونم مربوط به دوستی که توی اردبیل یا سرین بود. یه بار رفتیم و ما رو برد خونه‌اش و غذا رو تست کردیم. این مربوط به چند سال پیش. و دقیقاً بیرون خیلی متفاوت بود. خب پس حالا بذار به جوابم کامل ازت بگیرم. یکی این که شهر رو خب گیلان انتخاب کردی ولی خوراکی رو به ما نگفتی هنوز. نه نمیخوای بگیم. خب آرش اهل فیلم دیدن هستی؟ فیلم زیاد. چه سبک فیلمی میبینی؟ تاریخی میبینم، نوستالژی میبینم، اکشن هم میبینم. و فیلمی هست که به اون معرفی بکنی یا فیلم خاصی هست که ازش الهام گرفته باشی یا تحت تاثیرت قرار دیده باشی؟ خب یک فیلم خوبی که میتونم معرفی کنم The Founder، یعنی مؤسس، که داستان مکدونالد رو میگه که به نظر میتونه خیلی خوب باشه. دوستان که دوستان با بحث تقریبا کار ما آشنا بشن، یکی اون هست. فیلم هتلی هم زیاد داریم. مثلا یه سریال بذار معرفی کنم. یک سریالی هست مربوط به سال 1370 خورده ایه، 74 یا 76. این فیلم دقیقا اسمش هتله و تو یکی از هتل‌های تهران به نام هتل مروارید فیلم برداری شده. میتونم بگم برای چه سالیه؟ 1374 یا 76. ده 70. خب بازیگر خوبی داره و تقریبا تمام اتفاقایی که ما تو هتل میتونیم ببینیم و اتفاق میفته تقریبا تو اون قسمت‌ها شرح داده که ما هنوزم شاهدش تقریبا هستیم. به نظرم فیلم هتل، سریال هتل رو دانلود بکنن، براشون خیلی خوبه. میتونن با این سبک کار ما تقریبا آشنا بشن. فیلم‌های دیگه هم هست. یه فیلم هتل جدیدم اومده 1402، اونم تعریف کردن. حالا خوشحال میشم که اونم معرفی کنم ببینن، چون توی سبک باز هم میگم فیلم خیلی کمه توی بخش ایران ها. حالا خارج از کشور هم باز فیلم‌های دیگه هست که باز اگه عنوان هتل رو سرچ بکنن، هتل مثلا بوداپست، یه فیلم دیگه که میتونم معرفی کنم هتل بوداپست سال 2014 فکر کنم یا 2014 یا 2015. این یه فیلم بازی داستان هتل داره و ادامه پیدا میکنه. اما بحث انیمیشن بخوام معرفی کنم، موش سرآشپز میتونم معرفی بکنم. چرا؟ ما یه دوستی داشتیم زمان هنرستان. ما تو هنرستان 4 تا هتل داری بودیم، یعنی 4 نفر. 4 تا رشته هتل داریم؟ نه فقط 4 نفر بود. آها کلا 4 نفر بود. سال 1391 بله 92 91. برای اینکه یکی از همکارامون باهاش آشنا شدم و از یه آشپز خیلی خوبم شده الان، داستانش داشت تعریف کرد چه به سمت هتلداری اومد. گفت به خاطر دیدن انیمیشن موش سرآشپز بود، یعنی انقدر جالب و خوب بود تونست جذبش کنه که دنبال این شغل بیفته. و انیمیشن اینو معرفی می‌کنی درسته؟ من انیمیشن موش سرآشپز، هیولا در پاریس برای بخش گردشگری، هتل ترانسیلوانیا و خب برای بخش ایرانی که با حالا اسطوره کسی آشنا بشه، به نظرم ضحاک رو میتونم ببینم. چه ضحاک که کلنش ایرانیه و قشنگه. من با پهلوانه و داستانیه که ادامه پیدا. خیلی عالی، ممنونم ازت.
اهل بازی هستی یا توی اوقات فراغت اصلا چیکار می‌کنی؟ بازی می‌کنی؟ اگر بازی می‌کنی چه بازی؟ علاقه به چه بازی داری؟ خب من 2 تا بازی دارم. یکیش استراتژیه، بیشتر بحث قلعه‌ایه، یعنی به خاطر بحث اینکه بتونم استراتژی بچینم و خودم تو کار قوی کنم بازی استراتژیک انجام میدم. دومین بازی که انجام میدم مربوط به آشپزی و هتلداریه که توی این بازی من به عنوان سرآشپز یا به عنوان هتلدار باید بحث گارنیش رو انجام بدم، بحث مدیریت اتاق خدمات، اتاق رو چه رنگی دیزاین کنم، چه نوع خدماتی بدم، خب چه بخشی رو باید فعال کنم و موارد دیگر. بازی گروهی چی یادش؟ یا بازی رومیزی؟ بازی هست که دوستش هستن، بازی خاصی هستن؟ مونوپولی انجام دادم، اونم حالا با دوستان دانشگاهی. خیلی عالی. و اصلا معمولا تو اوقات فراغت چیکار می‌کنی؟ برای استراحت چیکار می‌کنی؟ برای استراحت خب من 2 تا برنامه دارم. یکی اینکه یک تایم 1 ساعته رو برای مطالعه کتاب اختصاص میدم. بله. که حتما باید انجام بشه. 45 دقیقه یا نیم ساعت رو برای پاک دست میذارم. آرش جان، نوشتن روتین هم داری؟ چون خیلی از نویسنده ها معتقدن که باید نویسنده روز بنویسه. هرچند میدونم که تو خب نوشته ها تو حوزه‌های مشخصیه و خب داستان یا رمان و اینها نمی‌نویسی، ولی آیا می‌نویسی کلا در طول روز درگیر نوشتن هستی یا نیست؟ درگیرش هستم ولی 10 تا 11 ش. پس این روتین داری براش؟ یک روتین کامل هفته‌ای کلاً 2-3 بار این کار رو انجام میدم. بقیه روزا که وقتم آزاد باشه بهتر میتونم کنم، چون تو گوشیم هم می‌نویسم. حتی میگم خونه که هستم یعنی 10 تا 11 کاغذیه ولی بیرون نوت می‌نویسم، نوت گوشی. و چه شکلی الهام میگیری برای نوشته‌هات؟ یا اصلا الهامی نوشته‌هات یا می‌نویسی شروع می‌کنی به نوشتن، یا اصلا چیزی هست که باعث بشه تو بری سراغ نوشتن؟ میتونم بگم یه اتفاق میفته. مثلا یه اتفاق میفته، خب یه جرقه تو ذهنم میخوره و خب میگم خب عالیه، من میتونم در این مورد با تجربیاتی که دارم و شاید اصلا نه فقط تجربه کاری، تجربه شخصی این موضوع رو بنویسم و توی نوتم یادداشت میکنم و میرم در موردش تحقیق میکنم. و یه خوبی هوش مصنوعی که اومده اینه که شاید من به سری دیتا نیاز داشته باشم و دستی ندارم، اون درجا برام تهیه میکنه. حتما بازم باید دیتا رو چک بکنم که صحیحه یا نه. ولی جمع‌بندی رو کامل خودم انجام میدم و الهامم میگم یه هوی اتفاق میفته و همون هست که انجام میدم کارم می‌نویسم. خیلی عالی. و اولین بار چی شد که به ذهنت رسید بیای سراغ نوشتن و حست قبل از ورود به نوشتن چی بود و بعدش که اولین کتاب منتشر شد چه احساسی داشتی؟ خب قبلش میشم بگم خب شاید بگم انتظارش نداشتم، یک اتفاق جالب، یه تجربه جدیدی بود. گفتم تو صحبت قبلی یه سه تجربه و خودت بری یا یکی همراهیت میکنه که بتونی تجربه بکنی. دقیقاً بحث نوشتن یکیش بود که با شما اتفاق افتاد و حالا جالبه که این اتفاق رفتیم جلو و گفتیم خب یک باگی رو در سیستم داریم میبینیم به نام تکنولوژی در سطح اتوده گردشگری در زمان کرونا و بحث رشته شما و بحث شغل من و رشته من روش کار کردیم که تونستیم ببینیم باگ چیه و قراره در آینده چه اتفاقی بیفته. و تجربت حین نوشتن چی بود؟ چون شاید خیلی از افرادی که دارن برنامه رو میبینن یا گوش میدن سوالشون اینه یک فردی که میخواد ورود بکنه به حوزه نوشتن
چی میبینه تو مسیر، یعنی حین نوشتن چه مشکلاتی وجود داره. شاید حداقل برای تو شاید بوده این مشکلات ها، نمیدونم، ولی میخوام بدونم که تو مشکل داشتی توی یا چالش، یا بهتر نگم مشکل، چه احساسی داشتی تو این مسیر که حرکت می‌کردی، چه شکلی بود برات، تجربت چی بود؟ خب یکی چالش کمالگرایی بود. شاید بگم خب مطلب باید کامل 0 تا 100 باشه، ولی متوجه شدم نه، من باید کامل اول بنویسم هر چی که یادم ذهنم میاد همونجا در جا به کاغذ یا به نوتی که دم دستم بیارم. این یه چالشی بود که بعداً رفت شد. موضوع دوم شاید بگم نوشتن پیشگفتار و انتخاب اسم کتاب بود. نوشتن پیشگفتار و اسم کتاب خب بتونه منظور منو برسونه و همینطور اسم کتابی که خاص و رساندن معنا و مفهوم کار مشترک ما باشه به کسانی که دوستن کتاب مطالعه بکنن و در آینده بتونن استفاده بکنن. ولی از همه مهمتر بخش پیدا کردن منابعش بود. منابع معتبری که بتونیم بهش استناد بکنیم و تجربیاتی که باید از اونها میگرفتیم. ما تحقیقاتمون انجام میدادیم و سعی میکردیم که موضوعی که مینویسیم با نتیجه علمی، حتی بعضی از جاهایی که انجام دادن نمونه آوردیم که بتونیم ثابت کنیم که آقا یعنی این یک چیز رویایی نیست، این میتونه اتفاق بیفته و مثلا این مجموعه داره انجام میده. حالا شما میتونی انجام بدی ولی نه کپی کنی، به نظر میتونی بهترش بکنی. مثلا یادم یه مطلبی که خیلی دوست داشتم خوبه بیاریم، بحث اون جدیدن اتفاق افتاد. یه کره‌ای توی فرودگاه ها میذاریم و وقتی میزنیم دکمه بوی اون کشور ترشح میکنه. یک نوع تکنولوژی جالبه و متفاوته. چقدر جالب. البته تو بعضی از جای اجرا شد داریم؟ فکر کنم توی آلمان بود. خیلی حالا سوال بعدی اینه که اولین مواجهت با، حالا یادمه که سوال اولین رو ازت پرسیدم و گفتی که خب یک معلمی داشتم که بهم کتاب تاریخ بکنم بود معرفی کرده و اینها. خب بدم اولین مواجهت با کتاب چه شکلی بود و اصلا چی شد که وارد حوزه کتاب شدی، یعنی نوشتن شدی؟ حالا تفاوتی نمیکنه که این نوشتن چه چون میدونم سفرنامه داری مینویسی، داستان هم مینویسی، شعر هم به من نشون دادی که نوشتی. نمیخوام به اون ورود بکنم، اگر دوست داشتی خودت میتونی بخونی. اما میخوام بدونم که اولین مواجهت چی بود، یعنی اولین چیزی که باعث شد اون جرقه‌ای که زد که من میتونم وارد این حوزه بشم چی بود و اولین کتابت هم معرفی بکن. حتما میتونم بگم اولیش که خودت بازرسه جان و همکاری و کمکی که کردی و صحبتایی کردی و نمیگم رسالتی که من دیدم میتونم خب یک بخش خالی رو پر بکنم. یعنی بحث تکنولوژی که در گردشگری و هتلداری بی توجهیه یا بهش توجه زیادی نشده، با شما که به شدت همین موضوعه و منی که توی این موضوع صنعتگرش هتلداری هستم بتونیم این خلا رو پر بکنیم و یک کتاب میتونیم به این مقدماتی بدیم بیرون. من این فرصت رو دیدم و گفتم خب واسه طبق همون حرفم که گفتم باید امتحان کنم. من گفتم شانسم رو امتحان میکنم، یا اتفاق خوبی میفته و باعث تغییرات خوبی هم در خودم هم در جامعه اتفاق میفته و ما میتونیم شاید یه اتفاق خوب باشیم، یا اینکه یک کتابی چاپ میشه و خب من و همکارمون آقای سید رضا قننویی این کتاب رو میتونیم معرفی بکنیم و سعی بکنیم به دانشجوها کمک بکنیم. یعنی باز من هدف رو دیدم که اگه نتونستم خلایی رو در جامعه خودم پر بکنم در جامعه دانشجوها پر بکنم.
و حالش سوال دارم، اگر قرار باشه به عنوان یک نویسنده که حالا تو حوزه هتلداری و گردشگری فعالیت کرده یک کتاب معرفی کنی به مردم، اون چیه؟ اینو اول بذار کنار که اون کتابی که معرفی میکنی تو این حوزه و کتابی که خودت خوندی و خیلی دوستش، حالا مهم نیست چه بخشی باشه، مال چه نویسنده‌ایه، اون چه کتابی بود؟ یعنی کتاب مورد علاقه چیه؟ اگه قرار باشه یک کتاب بگی اون کدومه که روی خودت خیلی اثر گذاشته؟ تهران قدیم. کتاب تهران قدیم که 5 جلدی هم هست، اون کتابی که من خیلی تاثیر گذاشت، چون در مورد تاریخ تهران بوده. چقدر جالب. و خب منو به قسمت‌های دیگه هم آشنا کرد که برم مطالعه بکنم، مثلا در مورد سقاخانه ها، در مورد امامزاده، مثلا در مورد بخش‌های مختلف دیگه که یک وجود داشت، مثلا در مورد باغ‌ها، خانه ایرانی که باعث شد اصلا کتاب دوم نوشته بشه. چه جالب. و کتاب دیگه‌ای غیر از این حوزه؟ غیر از این حوزه میتونم سفرنامه معرفی بکنم. یکی از سفرنامه مورد علاقه؟ یکی از سفرنامه مورد علاقه‌ام، خب من آخه 2 تا دارم. یکی مثلا چیزی بود که بهش دست پیدا نکردم، یعنی خیلی دوست دارم برم، یعنی چیزی که تو ذهنمه پیونیانگه. سفرنامه پیونیانگ دقیقاً برای کشوری که کشف نشده است و خب دوستم میدونم چطوریه. سفرنامه کتاب داریم در رابطه با بله 2 تا داریم. اسمشون به اون میگی؟ همون یکیش پیونیانگه، دومیش هم باز همونه، ولی یکیش تو نشر اطراف به صورت حالت کاریکاتوریه که خیلی دوستش داریم و 3 تا کتاب دیگه هم در مورد همون موضوعات هم، مثلا چین، فلسطین و یه شهر دیگه. آخرین کتاب هم میتونم معرفی کنم سفرنامه آقای ضابطیانه، سفرنامه که دارم. بله. که سفرنامه‌های خودشون هست به شهرهای مختلف. آره، شما به عنوان یک نویسنده 2 تا گزینه داری. یکی این که یک موسیقی دان باشی، در واقع یه موزیسین باشی با 10 میلیون شنونده، و 2 یک رئیس جمهور با یک کشور 100 میلیونی. کدوم اولا انتخاب می‌کنی؟ بهم بگو. رئیس جمهور یا موسیقی دان؟ خب هر دوشون خوبه. آدمی که نویسنده است، کدومی که این دو رو انتخاب کنی؟ هر دوشون نمیشه. نه دیگه، یکیشه. کدوم انتخاب کنی؟ سخت در دوشو بده دیگه. خب به کارت هم خیلی نمیاد در دوش. دوتاشون رو دوست دارم. خب اگر یکیشو مجبور باشی انتخاب کنی کدوم انتخاب کنی؟ بگی موسیقی دان با 10 میلیون شنونده. و چرا؟ چیکار میتونی بکنی؟ ببین الان مثلا من بگو که این نویسنده چه تأثیری میتونه تو جامعه بذاره و اگر قرار باشه این نویسنده بیاد کار موسیقی بکنه چه جوری میتونه همون تأثیر رو یا شکل دیگه رو جامعه بذاره. درست. خب یکی این که نویسنده هایی که میخوان، حالا یعنی افرادی میخوان وارد نویسندگی بشن، برای اینکه وارد بشن خب اول ببینن چه موضوعی علاقه دارن و چه موضوعی اینجا کمیابه و میتونم بنویسن. دوم بحث اقدام و پیگیریه، یعنی بگی من خب فردا مینویسم، نه، همون موقع، همون روز، همون دقیقه، همون ثانیه باید شروع کنی به نوشتن. به نظرم میتونی بنویسی و بازخوردهاتو بگیر. به نظرم به عنوان نویسنده نوشتن با تو میتونه باشه ولی ویرایش کردنش با شخص دیگه. آره، اگر یه نویسنده چون کارش نوشتنه، اگر بذار این سوالمو یه شکلی دیگه بپرسم، فکر کن که 10 میلیون آدم میتونن یه جمله تو رو بخونن. 10 میلیون، الان گفتی یه موزیسیانی انتخاب کنن که 10 میلیون میخواد درک کنه. اون جمله که براشون می‌نویسی چیه؟ هر چیزی میتونه باشه. Is hotel is my service. این چی؟ یعنی من هتلیم و زندگیم و لایف ها میگفتم. زندگیم از خدمات. حالا یه چیز عمومی تر اگه بخوای بگی چه عمومی تر؟ چیزی که ارتباط با فرهنگ مردم داشته باشه. خب جمله که میتونم بگم به نظرم بنویس، بله، بخون، اقدام کن. بنویس، بخون، اقدام کن. فقط نکن و تکرار کن. خیلی جالب. این به نظرم بهترین چیزی که میتونم بگم که شخص
خودش ناامید نشه و با قدرت ادامه بده. حتی اگه گفتم بدترین نویسنده یا بهترین نویسنده بازم قطعا. خیلی ممنونم ازت. حالا به آخرین سوالم اینه که چند تا کتاب با خودت آوردی؟ کتابای خودت؟ درسته. لطفاً اینا رو معرفی بکن. حتما. اولین کتاب مهمان تکنولوژی باشید هستش که بیتین تشکیل دستنده گردشگر و هتلداری رو ما به نمایش میذاریم در ایران از انتشارات 0 تا 100 که اولین کتابی هست. با سید جان روش کار کردیم. ممنون. دومین کتاب مهمان نوازی ایرانی هستش به انضمام روایت بزرگان که باز افتخار داشتیم با انتشار 0 تا 100 کار بکنیم و جلدش هم این کار حالا برادران آقای شیرازی هستن و خیلی کارشون خوب بوده و من یک عکس حالا برای این بحث مطلبی که نوشته شده خیلی دوست داشتیم. میتونم بگم دومین کتابی که دوستش دارم. اولی که مهمان تکنولوژی باشید بود، دومی خیلی بهتره که دوستش داشتم. سومی میتونم بگم دلی هستش، باز مهمان کارفرینان باشید. افرادی هستن که به من انرژی دادن و منو وارد این کار کردن. باز از انتشارات 0 تا 100 هست که میشه سومین اثر منتشر شده. چهارمین اثر هم سفر به دنیای کرونا هست که 401 منتشر شده که با همکاری کرد دوستان بوده. خیلی ممنونم ازت دارشان که دعوتمون قبول کردی، تشریف آوردی و رسیدیم به انتهای برنامه. صحبت جالبی بود، کمی نزدیک شدیم به تو و برات کارهایی که به عنوان نویسنده انجام میدی. اگر صحبت پایانی هست در حد 30 ثانیه یه دقیقه دوربین خدمت شما. بزرگواری، من از شما ممنونم برای دعوت و همینطور بقیه دوستان و عزیزان، همینطور انتشارات 0 تا 100 ممنون که من دعوت کردین. ان شاءالله که بتونم باز در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم از حضورت. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.